اگر خیام به نظر بگیریم دو عقیده اینجا بمیرن. اونها که دانش دینی دارن، علما هستن، میگن که در منبر هستن میگن که مای گفته حضرت خیام اونا در نظر دارد، مای خونه گفته مسجد در نظر دارد. شما چه فکر دارید؟ من برای نظرم که از بابای رودکی همین 10 عصر تو اگر بگیریم تو طغرل یا شمس‌الدین شاهین 99 از 9% مینوشید. خب 99 از 9 این عکس در همین حضرت حافظ اکثر ابیاتش وابسته به شراب واقعی است. یکم دلیل هست اینجا؟ دلیل هست. ریش باید چند سانتی متر باشد؟ در یک روز حتما 5 مرتبه نماز خوانید. بسوادید، کتاب زیاد خوانید. این بحث و سر و صداها در شبکه‌های اجتماعی بخصوص در صفحه فیسبوکی مهمان نوبتی ما زیاد میچرخد. درود، دلیر مولی هستم، روزنامه‌نگار زیرا مدیا و در پادکست نوبتی ما روزنامه‌نگار دیرکتور کتابخانه لاهوتی استاد عبدالقادر عبدالقهار مهمان هستم و انیخترش ما به اتاق کاری استاد آمدیم و ادامه صحبت. استاد میخوام یک بار سال اولی هم باشد که 5 نفری که به شما تهدید کردن و پیش از ثبت هم گفتن که 3-4 نفر اونا جوانا بودن. بله بله. یعنی جالبیش این که این برخورد نسل ها در مسئله دین و آیین و رسم و این چیزا میانش این جوانا و نسل شما از کجا به وجود آمد که اونا تهدید به جان شما میخوان کردن؟ من تا اندازه جوانا رو گناهکار نمیکنم، چون که البته معلوم که مثلا دانششون یک جانبه است، فقط دانش سرسری دینی دارن. من از گریبان استاد و پیرهایشون میدارم، زیرا اونها خودشون سوادی کامل و کافی دینی ندارن. خدا رحمتی پدر من دانشمند اسلام بود، تا اگر از فن فیزیک ادبیات جواب نمیدادم سبق نمیگذاشت. داملا عبدالقهار خدا رحمتش کنه. پدرش صوفی طلبک، بابایش صوفی صابیر. همین ها یعنی که به من همین تعلیم داده در زمان شورای پدرم که میخواهی که دو قنات پرواز داشته باشی، هم علم دینه با بچه‌ام، هم علم دنیوی را. برای همون نمیگذاشت سبق. اگر از 5 فن درس می‌داشتیم من قصه نمی‌کردم در پیش پدرم که درس تئوری کردم نمی‌گذاشت. ولی که اینها هم دانش‌های یک جانبه دارن، خیلی سبک. پس ببینید که حالی در این صحبتتون هم گفتید و دیگر نوشتهاتون در شبکه اجتماعی فیسبوک اکثرا همین نسل ما را که به شما تهدید کردن با بیسوادی متهم میکنید یا با کم سوادی متهم میکنید و زیادتر تاکید میکنید که کتاب خوانید. بله بله. جالبیش این که همین نسل کی تربیت کرد؟ آیا هم نسل شما بابای نرسوندن؟ درست. همین وقتی که در یک کشور جنگ میشود، در یک کشور فرضاً آفت می آید و تاثیرش بعداً ما احساس میکنیم که در جامعه پدیدار می شود. این همین نسل پدرانشون هم سواد درست ندارن، چون جوانیشون به سالهای 92 98 تا 2000 اومد، اونجا درس هم نبود، بعد جنگ شهروردی. یعنی که اینها در خانواده تربیت یافته ایستادن که اکثرشون پدر و مادرانشون دانش درست ندارن. یعنی همون همدیگر برخوردی نسل ها مثلا در زمان شورای ما میزیستیم که حاضر این زمان کمی بهتر شده است. مردم با کتاب و با معرفت، من همچون دیرکتور کتابخانه میتونم بیشتر از پدر و مادران توجه کرده ایستادم. با روزی نیست که پدر و مادر فرزندانشون با کتابخانه نیاورد، این بسیار درست است. ولی من ببینید که نسلی من مثلا من سال 92 اول داشتم، پسر من حالا مثلا مهرنوش عیناً همین جوانایی که من تهدید کردن همسالی همونا است. خب ببینید مثلا ما در خانه تربیت درست، یعنی که وابسته به تربیت خانوادگی است. مهرنوش با شما بحث میکنه؟ تقریبا نه. چرا؟ میدونی خب بحثای سبک است ولی فوندامنتالی نیست. برای چی نمیخواهید که بحث کنه با شما که نمیخواد خودش؟ سوادش نمیرسه در بحث با من. پس شما اینجا گناهکاره که مهرنوش رو تربیت نکرده در سطح لازمی؟ نه، مهرنوش اقتصادچی است. در فن خودش خیلی قوی است. حالا مثلا یکی از بهترین اقتصادچوی تالکو است در علی میرزاباد. جوانی موفق است. یعنی در سیستم اقتصاد میتوند با شما بحث کنه؟ بله من نمیتونم با بحث کنم. این که سیستم معارف شوروی همدان تربیت میکرد این خطا بود پس؟
ما باید همه چی را بدونیم، اقتصاد چیم، دین هم 100% درست بود. سیستم شورایی رو شکستن خطا بود. حالا برای چی که در شبکه‌های بین‌المللی می‌بینیم حتی مخبری آمریکایی در خریطه اوکراین رو نمی‌یابد؟ چون که اونها چیکار کردن؟ اونها ادبیات فقط ادبیات می‌خونن، فیزیک فقط فیزیک می‌خونن، کلاسترها جدا شد و باز از اینم باریک‌تر و تنوک‌تر شد. یعنی که هر کسی که کدوم سوال رو می‌خواد فقط همون سوال رو می‌خونه. پس چرا مهرون شد همین سیستم تربیت کرده شما؟ من راستی خودم خیلی رنج کشیدم وقتی که میدونستم که مثلا ما هم ژورنالیستا بودیم، در سال پولم نبود، معاشم نبود و تقریبا آبرو هم نداشتن زیادی درم. من گفتم که شاید این پسر با اقتصاد سر کار بگیرد، تجارت کند، جهان بگردد. با همین خاطر من از علم و ادبیات دور کرده شد. نه بسیار در توی برندگی میکند از من بقوتر. چون که بسیاری ها مثلا ببینید فرزند از سر دسترخوان پسر رو فرزند رو میرانن وقتی که مهمان آمد. من نمیراندم از کودکی. بله. وای مدنیت دسترخوانداری، مدنیت صحبت، بحث همه موضوعی که من بحث میکردم واقف بود. می نشست چای میکشید یعنی گوش میکرد فقط. و عاقبت تقریبا بعد از صنف 11 یک وقت دیدم که در یک توی برندگی کرد. دوی مرا نگرفته بود ولی تمام کسیت ما رو کپی کرده است، همه شعرها رو. خیلی زیبا، صداش هم خوبه. اینجا موضوع سوال دیگر دارم که در این 30 سالی که ما استقلالیت پشت سر کردیم، 30 سالگی 6 سال گذشته و سرقانونی ما هم یک کشور دنیوی است. پس چرا ما یک نسل دنیوی تربیت کرده نتونستیم؟ انیق‌تر شما تربیت کرده نتونستید نسل شما. درست است. سیستم معارف من گمان میکنم که بیمار بود و حالا هم نشانهای بیماریش هست. بیمار دوره جنگ شهروندی یا پیشتر؟ چون که وقتی که یک گروهی آموزگاران معلمان جوان پیدا شدن، خب اونها سواد کافی نداشتن. یعنی که درجه معرفت پایین رفت. فرضاً من یک مرتبه دارم این پژوهشگاه وزارت معارف استادان، معلم‌ها را، دیرکتورها را کورس گذاشتم از کتابی تاجیکان در آینه تاریخ. اونجا تکمیل اختصاصی معارف. بله. دیرکتور می‌خواست یک سوال میداد که از شرم نمیدونستم که چیکار کنم. سوال‌های میبخشن، این سوال‌های بسیار کند و سست و گاه ابلهانه‌ای که معلم جوان میداد به من بعد لکسیا. افسوس می‌خوردم که مثلا چی سوال بود؟ یک کشمی سوال بتونیم دیرکتور چی می‌سوال؟ مثلا چی سوال؟ سوال‌های گناه بود، خیلی شرمشون نمیدونم. مثلا همین سوال میدونید دین زده شدن حتی معلم‌ها هم. حتی معلم‌ها بیشتر سوالشون دینی بود راستی گفت. با بحث من چند سال یک صحبت قبلی بود گفته بودید که دیرکتور سوال میداد که آیا همین گالستوک بستن هم خیلی تقریبا چیزی یادم اومد. این یک سوالش نه. یادم اومد دیرکتور مکتب میگه گالستوک میگن طاق لعنت است، معلم شما چی اندیشه دارید؟ بیشتر شما رو در شبکه‌های اجتماعی به آن متهم میکنن که شما اسلام ستیزید، با ریش مردم سر و کار دارید و اینا که منم پیش روی شما با ریش در صحبتم. یعنی چرا این همه دعواهای شما با اسلام و با ریش و با این؟ راستی انا با اسلام کور است نفری که جنگ میکنه. کاملا به معرفت است که اسلام بزرگترین دین دنیا است. ما و شما خوب میدونید که بیشتر از 2 میلیارد فلان با حوزه‌های گوناگون ادبی بزرگترین آثار کلاسیکی ما ربط دارد با اسلام و آثار 10 عصر ما. منظوری من از این بحث‌ها که مقصد من از بحث‌ها چی است که وقتی که یک گروه جاهلان، کم سوادان دامی تصویر میکنن اسلام رو، حتی حدیث آیات‌های میارن که نیست، وجود ندارد، بعداً یک جانبه تعلیم میدن، بعداً خیلی 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 تعصب دارن، تحمل ناپذیرن. هرچند مثلا مذهب امام اعظم مذهب ما از بهترین مذهب است، تحمل پذیری است، ولی یگان تحمل پذیری رو در سیمای نخبگان دین اسلام عین زمان در تاریخ نمیبینم. کافر است، زردشتی است، این باریش تهدید میکند. آخه من یک بحث کردم، یک بار یک صحبت کردم که همین چرا مثلا حضرت محمد بهترین بیزنسمن بود، تاجر بودن، این سنت هست کسبشم. خب
چرا به ریش چسبیدید؟ چرا فقط سنت ریش؟ چرا تاجر نمیشوید؟ بیزنسمن نمیشوید؟ چرا معلم نمیشوید؟ حضرت محمد معلم بود. خب تربیت. چرا مثلا وقتی حدیث میگوید که علم بالاتر است از عبادت، چرا سر زبان نمیارید امیر شما بارش چه مشکل دارید؟ من هیچ مشکلی ندارم، فقط گپ در این که اینها همین تنها بریش تکیه میکنن در اسلام، با معرفتش نه. و شما از همین بی واسطه پیوندان حضرت محمد در عربستان کدامی از همین ریش دارن در حکومت در دستگاه ندارن. یعنی که مقصد من چی است که ریش دو نمیشه. ریشی مثلا ریشی شما، ریشی رحمتی، سیف، ریشی سبزعلی، اینا ریشای زیایا هستن. ولی ریشای به ترتیبی به معنی که در کله یک چیز نیست و باز همین با ریش مینازند و یعنی که ریش را پاسپورت شناسنامه اسلام میکنن. من دشمن انمون هستم. شما ایام آخرش مونده بود؟ بله. کدام سالا؟ من سالی گذشته بود بیماری کرونا شدم، یک ماه یک ماه. ایام عکس هم دارید بوریش؟ بله، میزی بعد برای من ریش. کی میخواید که ریش دارید؟ من استاد من سیف رحیم هستم. من اصلا آرزو دارم که بعد 60 سالگی یک ریشی ایجاد کرونا، ریشی زیایی داشته باشم. دراز نه مانند استاد عینی. با قول علمان دی، با قول دانشمندا، با قول دامله ها یک تتم. بله. بعد چند سال نفخه میره؟ خب حالا من 55 سالم. 55. خب خدا عمرتون طول ان شاء الله. در مورد نخبگان اسلام گفتید و مثلا اونا را بازم چی کردید؟ یعنی نخبگان اسلام چی گفتید حتی نخبگان اسلام؟ بله گفتم که حتی نخبگان اسلام هم تعصب دارن در ما. بله. شما در نسبت حاجی میرزا و مقسوم اسماعیل هم این نظر دارین یا نه؟ مقسوم اسماعیل ندارم. مقسوم اسماعیل دانشمند است، عالم است، فیلسوف است، شاعر است، تربیتگر است. و ببینید همین مقسوم اسماعیل ریش ندارد. ببینید این معنی آن نیست ندارد که مثلا وای ریش ندارد و باید نماینده بلندروبه دینی نباشد. مثلا من با همین داملا وقتی دیرکتور رادیو تاجیکستان بودم مثنوی معنی را پورا فانی طلایی برداشتیم با صدای اونا. بله. و باز بابای رودکی رو حالا در باب رودکی بحث میکند، عالمان ما نمیدونن در این سوال و این قربت دریای معرفت و فرهنگ است. حاجی میرزا چی؟ حاجی میرزا در سطح حاجی اسماعیل نیست. دانشمند است ولی بعضی معرفتش سست است. یعنی کتاب‌های ادبی تاریخی از آثار نیاگان کمتر خوانده است. بحث شما با اویله تورجانزاده ها چی است؟ هر سه نفری که در اویله تورجانزاده هست علاوه بهترین باسوادترین دانشمندترینش تورجانزاده خودی حاجی اکبر تورجانزاده است. اعترافش دارم. و هم زیرکی سیاسیش، هم دانش سیاسیش، دانش دینیش، وقتی که با قول بعضی نفران هموطنانمان یک چشمکی او تاجیکستان را سوزانید ولی سرش به باد نرفت، کشته نشد، به دولت برگشت. 85 فوجی تاجیکستان دیدنش نمیخواستند ولی آمده در حکومت کار کرده و باز موقعش را در جامعه استوار کرده. این نشان چی است؟ نشان دانش، خرد زیرکی سیاسی است. دو نفر دیگر محمود جان و نوریدین جان چه؟ اونها گمان میکنم که همون عنعنوی هستند. از دانشمندان علوم دین در میان جوانان کسی را اعتراف میکنید و میشناسید؟ در میان جوانان راستی همین مفتی حاضره که رئیس شورای علمای حاضره اینم عمرش هم بالا شد دیگه. عمرش هم بالا شد دیگه. اینم از جوانان از این جوانتر راستی که من تقریبا شاید ما نخورده باشم هستن جوانان هستن دانشمند خیلی زیاد شدن، چون حالا مثلا دانشگاه خواندن، در خارجه خواندن، در دانشگاه اسلامی خودم خواندن و در اومد دیگه اگر زیاد گپی نشود من طرفدار اون هستم که دانشگاه اسلامی من در بخارا 12 سال میخوندم. بگذارم همین دانشگاه اسلامی 6 سال شود یا 8 سال 3-4 سال اول تاریخ و زبان و ادبیات ملی بخونن و بعد در مکتب میونه میخونیم و بعد این نه مکتب مثلا وقتی که برای رودکی 3 ساعت داده شده است بسنده نیست. ما همین رودکی رو 2 بار میخونیم، یک بار تو صنف 6 و یک بار دیگه تو صنف 11. باز هم سرسری فقط 4 مصرع شعری. پس نمیشد که ما همین استوار نمیره در مکتب میونه، نه که در دانشگاه تکرار شد، در مکتب میونه استوار. من برای اون که ضمن امر معروفشون اینا خادمان دینن
در برابر حضرت عمر 10 بار تکرار کردن یک مرتبه، خب از سینا، از غزالی و یا مثلا از بابای ناصیر، از بابای رودکی که پند اندازه خیلی میدونی که زیاد داره، از بابای فردوسی. ولی ببینید که اینها چون دانش‌های فوندامنتالی ملی ندارن، فقط در زمینه حدیث صحابه ها و آیات ها و بند میشوند. یک مسئله است بخشش پیش گفتم. اگر خیام رو به نظر بگیریم، دو عقیده اینجا بمیرن. اونها که دانش دینی دارن، علما هستن، میگن که در منبر هستن میگن که مای گفته حضرت خیام اونا در نظر دارد، مای خانه گفته مسجد در نظر دارد. شما چه فکر دارید؟ من برای نظرم که از بابای رودکی همین 10 عصر تو اگر بگیریم تو طغرل یا شمس‌الدین شاهین 99 از 9% می نوشید. خب 99 از 9 این عکس در همین حضرت حافظ اکثر ابیاتش وابسته به شراب واقعی است. یکم دلیل هست اینجا؟ دلیل هست. وقتی که مثلا بابای رودکی وقتی که ببینه که یک کس اندک نبود در 80 قرآن ختم کرده بود، همین از روی قصه مادر ما میتوان مثلا حالا سمگان کرد یا که مثلا وینو تهیه کرد. یا که مثلا حضرت حافظ میگه که اگر امام جماعت سراغ کند ما را، خبر دهید که حافظ به ما طهارت کرد. یا که مثلا یا که حضرت سعدی میگه که ما حلال است کسی را که باید خانه بهشت، خواسته از دست حریفی که بر رضوان ماند، مایی که بدنام کند اهل خرد را غلط است، بلکه مای میشود از صحبت نادان بر. شراب تکان دهنده عقل انسانی است. داملا میگن که مای گفته این مردم خدا را در نظر دارد. مای الهی نه هست. عشق صوفیانه هست، غزلی صوفیانه هست، مای صوفیانه هست و باز زمینیش هم هست. با جوانو برمیگردیم. همین جوانایی که با شما اینقدر تهدید میکنن و آشکارا و پنهان در شبکه‌های اجتماعی، ما میخوایم نمیخوایم بعد 5 سال سر کار میان اونا. کسی در کدام وظیفه شاید کسی با جای شما، شاید کسی با جای من، اینا سر کار میآین. بله. این چی خوف و چی برد دارن اینو بیان؟ اگر خوف دارن. خب ببینید که همین معاون وزیر امنیتی قزاقستان، خب پسری عمکی نظربایف سرپرستی سلفیت در قزاقستان بود. اونجا آشکارا بود، آزاد بود دیگه سلفیه. یعنی که همه سلفیه ها زیر حمایتی معاون وزیر امنیت قرار داشتن. بگیریم گلمراد خودمون، بله، بهترین مثلا رزمنده بود. بله. علمی هر میدونست، امریکا خواند، روسیه خواند و حتی راهبر یکی از مثلا ببینید که نهادهای خیلی مهم بود. بله. یعنی آمدن اینها به سر قدرت، بار دیگر میگم اگر با تعصب دینی بیان خوف دارد. بعدا مثال شیخ تیمور برای ما روشن است که مرشد و پیر و خب آبی بندکشا میدادگی چند تن از مقامداران تاجیکستان بود. خب همین داملا ابراهیم که ما مثلا از سوادش احترام دارم، ولی معرفتی میلیسیتز است. عموما دیدن نمیخواهد، گفتن نمیخواهد که بغیر از اسلام کسی را اعتراف نمیکنه. حتی دیروز من صحبت گفتم وقتی که بزرگمهری حکیم میگه این کثافت کثیف، یعنی که با این قدر بدبینی مثلا انوشیروان یا که مثلا بزرگترین معبد آریایی ها مثلا آذرگوشسپ رو مثلا وقتی که با این قدر کینه و عداوت دربارش حرف میزند، این بد است. چی خوبی داره اگر اینو سر کار بیان؟ کیها سر؟ همین نفرایی که قدر دینگران و یگان خوبی نداره. نداره. تقریبا نداره خوبی. از گلمراد و از کی میخوام بگم شیخ تیمور، به نظرتون اینا قربانی بازی‌های سیاسی نشدن؟ نه. اینا هر دوش دانش‌های سرسری دینی داشتن. حتی شیخ تیمور دامی تصویر میکرد. و در اسلام حرام است همین. آخه ما میگیم یک جامعه دموکراتیک چیکار داریم دیگه؟ ما میتونید زندگیشو دوام بدید؟ چی خلا نمیرسوندیم؟ نه نمیتونم. جامعه هر جامعه هر سیستم یک چارچوبه دارد. نمیتواند که مثلا
پورا چی آزادی دیم با گلمرود که وای در وزارت کارهای داخله مسجد کشاید و فناتیکا رو جمع کند و پیش درآید و امام شود و با همین با طالبان سازشنامه کند. خب بحث گلمرود علیه ولی شیخ تیمور رو میخوام فهمم. شیخ تیمور یک هیچ کس با خلال نمیرسوند. یک زندگیش خوب دو مرتبه محبس شده بود. سواد دانشی دینی نداشت. مدرسه بخارا ختم کرده بود. دانشگاه اسلامی ختم کرده بود. قاری قرآن نبود. خب محدث نبود. مفسر نبود. و در زمینه فالبینی دامی تصویر میکرد اسلام رو و برحق عاقبت همین دین اسلام شاید زد و یا پس چرا بیشتر جوانو یعنی اگر بگیم همین خیلی فریبی دامی اونا را خوردن مورد اونا بودن بیشتر جوانو چون سوادشون دانششون معرفتشون بعضیایی که فریب رو خوردن در اطراف شدن اونا از افیارای داملا استفاده بودن پول میگرفتن خب وقتی که جلک بردار بودن شفیار بودن راننده بودن خب گاوکش و بوزکش بودن مالکیت او را صاحبی میکردن اونها هم در اطراف شیخ تیمور یک قاری قرآن نبود اودیتور اینترنت و بخصوص یوتیوب من چند وقتی اخیر تحلیل میکنم یک اودیتوری هست که با اونها کار کردن خیلی خوف دارد برای که اونجا اسلامگرا هستن اتئیستا هستن نمیدونم بود پرست است مسیحی است یک اودیتور بسیار وسیع است با اونها یک رنگ کار کردن بسیار سخت است برای همه نمیتونه خوش بیایید ولی در اودیتور یوتیوب و اینترنت تاجیکی من احساس میکنم که 90% زیادتر جوانایی هستن که زیاد اسلامگرا هستن و شما دیده و دانسته همیشه به مقابل این جریان حرکت میکنید آیا احساس نمیکنید که اینجا فضای شما نیست و باید بحث کنید و دیگه مردم تشویش ندید دیگه راه خودتون داشته باشید خب شعار من در زندگی زمان بی بلا بودن روا نیست و بعدا باید یک نفر این پرچم مبارزه رو علیه جهل و تعصب برداشت کند دان کیخوت نیستید خودتون تنها نه دان کیخوت بی سوادانه مبارزه بود و بی عقلانه من هوشمندانه من یک بار دعوا میکنم که من اسلام شناس هستم نه تنها اسلام شناس من اوستا هم خط کردم انجیل هم خط کردم تیبیتک خطایی هم خط کردم من یک دعوا دارم 5000 کتاب خوندم هر کسی که در این سطح میخواد با من بحث کرده بیاید من مانادشون در روبروی مشینه در دل خو موضوع دینی دنیوی سیاسی اجتماعی من نقطه نظر خودم دارم بعدا یک بدبختی در چه است که قبلا جوانان ما بی‌صاحب موندن در روسیه در مهاجرت ببینید که قبلا به روسیه میرفتن آلوفته میشدن زنی روسی می آوردن کم کم عرق سیگار کش میشدن هر کسی که از روسیه میرد از اون انای قدر ریش با جای نماز با جلک و با تعصبی دینی بر میگردد و از اونجا الان بعد 6 ماه به خواهر و به مادرش فشار میاد که سطر تپوش فرنگی تپوش که اومدم اگر دیگر با شما حرفی گفتن ندارم میدونی اصول از کجا سرچشمه گیره به نظر منم یاد دارم که هم برادرمون وقتی که میرفتن از اون طرف مثلا دیویدی میوردن تلویزیون یک چیزای تکنیکی معاصر میوردن یک دنیای عصر 20 21 به دهه ما میوردن اینا میخوام فهمم که یعنی زمانی که در ما سر شد اینجا اسلام ستیزی و اینا رو آوردن بر روسیه و شروع کردن تبلیغ و تشویقشون آنجا اینجا بهتر نبود که آزادی رو ما اونجا براشون میدادیم و کنترل در همینجا دستی ما بود برعکس در روسیه بی‌صاحبی است همینا همش رفتن اونجا دیگه در روسیه بی‌صاحبی است در روسیه بعدن یک فاکتوری ترس است در مغز در مغزی بچه توجیک در مهاجرت این تاسترهای روسی خوب یعنی بسیار جوانان رو کشتن اونجا است اونها با اندیشه که اگر نمازخوان باشند اونا از مرگ میگریزند اونا اگر با تقوا باشند با اونا هیچ کس ستیزه‌کاری نمیکنه در پهلوی داملاها باشند خداوند اونا را اونجا حتما نگهبان میشود با همین و حلقه های دینی وارد میشن ولی هدفمندها خب هیچ برکت های گوناگونی که هدف های ژئوپلیتیکی دارن از مغز اینها استفاده میبرند و اونا را مانیپولیاسیون میکنن و با همین از این جوانی تاجیک یک تعصب یک متعصب تولید میشود و باز هم میگویم که در اونجا از سحر تا بگه کار کردن پس و دانش‌های دینی رو نمیتواند خواندن تنها در زمینه امر معروفی امامی به سوادش که در زمینه 3 حدیث 2 آیاتی که 1400 سال شد که مانند قرطه پتیفون توب میخورد همون روزگاری حضرت عمر علی و عثمان همینو کجا تربیت یافتن
همون دو ملاهایی که اونجا رفتن امر معروف میکنن. اونجا در اونجا حالا ببینید، در اونجا همین یکم فوجی که سال 90 رفتن، سال 92 یکم فوج گریزویی که در نارامی رفتن، بیشتر مردم وادی قراتگینن راستی. همین مسجد ها، امامای مسجد، درس میدادگی ها، حلقه ها، من مطمئنا میگم که 85% از وادی قراتگین است. یکم فوجی که رفت، یعنی اونها تقریبا دست و پاشون از تاجیکستان کندگی و با سر و وای خود باز هم در زمینه امر معروف پس سودای پیرانشون عمل میکنن. مدرسه دیدن نیستن اونها. 5 تا تهدید به شما، 2 تاش آشکار شد، دیگرش نگفتید. این عجیب است که در چند سال اخیر با چندین ژورنالیستان دیگری ما تهدید روکراس شد، حتی زدن. بله. و شما نیم شوخی و نیم جدی عبدالله غربتی هم گفتید که بعضی ژورنالیست‌ها را اگر نزنندم چه گناه است، گفتید چیزی خیلی نمیشه بدن. میخوام فهمم که چرا این تهدیدها به شما خدا را شکر پیدا میشن آدماش، درود به کارمندان پلیس، ولی چرا این ژورنالیستانی که لطوکوب شدن تا حال قضیهشون ناروشن میماند؟ مثلا رجب میرزا، مثلا دلیر شریپوف، مثلا از بچه‌ای که حزب نهضت ممنون ولی اون وقت ژورنالیست بودن، همین عبدالله غربتی و خیران. با مقامات مراجعه کرد. مثلا من در هر دو مورد اخیر با مقامات مراجعه کردم. عبدالله آشکارا گفت که من مراجعه کردم، در اینترنت هست، 2 بار مراجعه کردم. عبدالله وقتی که در قضیه قرغن اونو جزا دیدم و جزا شدن. اولش نوروشن موند. اولش من خودم باور ندارم با غربتی راستی. اولش که من میگم چون که دیروز من گفتم پیار کرده است که من میگم یکمش پیار بود. چرا باور نمیکنید؟ حال خودتون در همین وضعیت افتیدید؟ برای که من با عبدالله شخصا برخورد کردم. برای من این قصه رو گفتم، نمیخوام از طریق یوتیوب بگم که اولین مرتبه که عبدالله میخواست غربتی کردن، غربتی میخواست که مشهور شدن، باید من رو حقارت میکرد، تحقیر میکرد، دشنام میداد و با همین در جامعه مشهور میشد و خودش گفت و من اون را با سود دادنشتم، خیش تبرون شما را التماس کردم، گفتم عبدالله برای چی؟ من چی گناه کردم؟ من ژورنالیست فلان تو هم ژورنالیست. چرا؟ خیلی گفتن که یا ژورنالیستی بقوته یا یا ژورنالیستی مشهوره یک میشه پاپولار نی. من بعد این قضیهش دیگر با عبدالله باور ندارم. برخوردی نسلا باید به وجود اومد. ولی 100% باور ندارم که یکمش هم تهدید بود اونو. دویمش بود، یکمش. قضیه رجب میرزا چرا 2 بار نور شد؟ قضیه خورشید عطاالله. من گمان نمیکنم که با مقامات اینو مراجعه کرده باشن. من گمان آشکارا وزیر کار داخلی را بالها در پرس کانفرنس ها میپرسن، هر وزیر که نام میشد میپرسن حتما. خوب من با پرونده شون آشنا نیستم، با خیلی بچه‌ها آشنا، رفیقان خودم هستن، ولی اینجا گمان میکنم که فرق دارد این دو قضیه. اینجا تعصب دینی بسیار بلند شده است و من اینو آشکارا گفتم و الکی 5-6 سال شد که من 5 تهدید گفتم، ممکنه اگه 500 تا باشد از طریق مسنجر، تلفن، حتی از خود سوریه و عراق سال گذشته تهدید کردن. خب به حساب است اینا، شاید از همین حساب اینا رسیدگی کردن، چون پرونده‌ای خودشان شاید پافشاری نکردن، خودشان از پیش نشدن، شاید مقام عریضه ننوشتن و ترسیدن نویسن عریضه، یا که یگام اینسیدنتی یا که یگام ماجراچه خورده که بودو خودشان نخواستن که دیگر دنبالگیری کنن این کارو. من تو بحث نمیکنید؟ بحث نمیکنید؟ همین نمیدونم چیز مبارز بودن، پرچم بردار بودن، امروز نمیگید که بس دیگه خسته نه بس نمیکنم. من بس نمیکنم. اگر از این زیاد تهدیدتر شود من با یگام دولت‌های اروپا پناهگاه سیاسی طلب میکنم. چرا در تاجیکستان نمیمونید؟ اینجا نمیشه دیگه. برای چی؟ برای اینکه از حد زیاد تعصب زیاد شده است، خیلی میترسم. با بچه پلیس باور نداره که هر لحظه مییابن اون را که هر لحظه گمان میکنم که من مثلا بنازکی در یک از توی‌ها در مویای همدانی باعثی برنده توی رفتم، در همون توی یک 8-10 نفر بچه‌های همین ریشتو میان، حتی یک نفرش اومد گفت که معلم میگن زردوشتی پردوشتی چطوریه تری گپو کی چه حقارت میکنی مردم. من گفتم که دادر عزیز زردوشت نه، من زرگوش پرستم. چه خیلی مکنم که ما هم زرگوش فرم زرگوش دارم، اما وای من میگم که همین زرگوش رو میخرم، ملا میگن که این بچه موشه خوردنش ممکن نیست. هم تاری بگو معلم
اینا دیدین یک چه خیلی بحث میکنی با دیگه. یعنی که زرگوش از زردشت فرق نمیکنه و او دعوام است در پشتش 12 نفر دیگه. شما فرزند مسلمان. بله. معذرت الحمدلله مسلمان. البته. نماز میخونیم ولی آشکارا اگر. نمیخونم نماز. ولی میخونم در حقیقت. میخونی خودی نمیخونی برای چی؟ نمیخونم. من گمان میکنم علم بالاتر از عبادت شعاری من همین است. در وقت ماه شریف رمضان چی؟ روزه میگیرم در. مثلا سال گذشته نشد، سال پاره سال گرفته بودم ولی من یک عادت دارم. یک این عادتم قبلا بود. یک دهه قرآن میخونم، ختم میکنم. 700 صفحه است خیلی. من مثلا بیشتر از 100 ختم قرآن دارم. شما میدونید که من معلم فارسی هستم. من اگه 15 24 کتاب نوشتم. همین معجزات قرآن کتاب من از قرآنی که در تاجیکستان فهم شد بیشتر 40000 نسخه است. من شمارش بله. و تلگرام من به شما میدم. یعنی که اوستا میخونم، کتاب میخونم در مدت 30 روز رمضان سخت کتاب میخونم. از جمله مثلا 3 رمضان پیش بود انجیل لوقا، انجیل متی، خیلی میدونید شما بشارت و بیشتر همین اثرهای تاریخی و دینی رو دوست میدارم میخونم. اخیرا سوالم خدا عمرتون کرد ولی حوزی بعد از 5 سال میبخشه ولی من دست نمیکشم از اون از تبلیغی زردشتیه همچون دینی بابایان دست نمیکشم. من نمیترسم از یگون فنک. زردشتی نیستم حالا ولی زردشت پرستم. بار دیگر میگم که این اوستا قاموس ملت است. خدا عمرتون کرد. خدای نکرده مثلا مرگ سری چی میگم میگن جنازه مسلمانی کنن. البته گوری مسلمانی. البته. خب اخیرا سوالم بعد از نفقه چی نقشه و نیت داریم؟ من اصلا شما آگاه هستید که در نوع فخر در 2 هکتار زمین خواجگی دارم. حالا من گمان میکنم نفقه رو هم نگاه نمیکنم. گمان میکنم همین سال آخرین سال کاریم است. خودتون میخواید که از کجا حس کردید؟ من یک عادت دارم. هیچگاه نشده است که مرا فرمان من برآورده باشن با خواهش خودشان. مثلا من از رادیو خودم رفتم، از شبکه یک خودم رفتم، از تلویزیون پایتخت استفاده دادم. اکنون من نیت دارم من دستتون چه من 31 میلیکر رو عریضه میرسم از دیرکتوری کتابخانه لاتی میروم. نکنید این کارو. میروم. کجا؟ بس 7 سال کار باید 6-7 سال در یک وظیفه کار کردی باید با دیگر کس پتانسیل اندیشه نظرت گفتی رفرم کردی. این کتابخانه تقریبا ما دیگه 85 تا کتابخانه رو من دیگر کردم. هم کارمندان شدم هم سیما این سال 7 میلیون سومانی تقریبا جدا میشد. تعمیر کپیتالی و این دیرکتور هیچ گاهی خیلی کابینه نداشت. همین کلیتی همین اداره را من 31 دیگر کسی میخواد مرحمت بیاد گیره. کجا میره؟ میرم خواجگی فرخار. اگر وظیفه نو پیشنهاد کنم. وظیفه نو پیشنهاد کنم. در بخش ایدئولوژی باشد اگر دیگر بخش کار نمیکنم. دوستان عزیز این نشر نوبتی پادکست مرا بشنو بود که از جانب ژورنالیستان زیرا مدیا آماده می شود. در نشرهای من بعد نیز ما اوید مشکلات نسل‌های خواهیم گفت و متخصصان ساحات گوناگون را دعوت میکنیم برای بحث و بررسی و حرف آنها را شنیدن. فراموش نکنید که هر هفته روزهای پنجشنبه در پلتفرم زیرا مدیا در فیسبوک، در اینستاگرام، در تلگرام و یوتیوب پادکست های ما نشر و پهن میشود. شما وقت یافته آنها را تماشا کنید. ما انتظار فکر و عقیده و نظر و اندیشه های شما هستیم. کی چگونه نماز میخواند، کی به کدام دین رفته است، کی چی کتاب میخواند. مهمتر از همه ما در یک کشور دموکراتی و دنیوی عمر به سر میبریم. خواهش میکنم به یکدیگر مهربان باشین و تحمل پذیر. پدرود تا صحبت های بعدی.